ایران دموکرات ترین کشور جهان است. حتی جاسوس های انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، دموکرات های آمریکا، اسرائیلی، روسی، چینی، فرق نمیکنه، هر جای جهان میتونن کاندید ریاست جمهوری بشن و تایید شن. هیچ جای جهان اینجوری نیست. در هیچ جای جهان امکان نداره شما در اسرائیل یه نفری که ضد یهودیه یا ضد مردم اسرائیل کاندید بشه، چه برسه که کاندید بشه و صلاحیتش تایید بشه. این سندی است که نشون بده که جمهوری اسلامی نبوده و 5 تا سازمان امنیتی جهان دارن کشور ایران رو اداره میکنن و هر کدوم هم طبق منافع خودشون دارن اموال و پولهای ملت ایران رو غارت میکنن.